غمباران پاییز در یاد شاعر غمکشته ملت سفر ایوبزاده محزون. 4 سال گذشت یاد آن میماند، یاد به دلم ز دوستان میماند. بر دفتر من چیزی نویسید یاران، زیرا ز شما همین نشان میماند. از ایجاد این پاره دامن 50 سال گذشت. مؤلف آن دوستی بچگی ها، دوستی جوانی ها و همسبق دوره دانشجویی من، شاعر موفق زمان سفر ایوبزاده محزون که در هر محفل، در هر خیر خوش، در هر یک جمع آمدی ختم کنندگان در سالهای 70 و 80 صدا میداد. دامان 50 سال گذشت. ما به سراغ سفر ایوبزاده محزون میبراییم. ایوبزاده محزون بسیار دوست می‌داشتم. او یکی از بچه‌های بگیم به ادب، بعد سخندان، بعد بگیم که من اهل معرفت، دوستی بسیار قرین نزدیک و دردآشنای من، شاعری موفق زمان سفر ایوبزاده محزون هم با ما نیستند، ولی من گمان میکنم که ایوبزاده با شعر ماندگارش، با سخنی بسیار بلندی پرمضمون و نشان رسش، یک عمر در زندگی مردم ما، خاصه در بین آنهایی که به قدر سخن میرسند، به قدر ادبیات میرسند میماند. او رو به یاد میارند، ارج میگذارند و اکنون میبینم که کتاب های ایوبزاده دستی به دست میگردند. ما افتخار میکنیم که سفر ایوبزاده محزون هم درس ما بود. تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزه سراغ وقت منای که نیستم. من 1 ساعت پیش مردنش گپ زدم، گویا ما کسلم او مرا تسکین میده. نوشت 1 ساعت 2 ساعت پیش مردنش در فیسبوک نوشت که انا مرا در هوای صنعی میپیوندن، دعا کنین که تا مردن زنده باشم. همین خیلی شوخی کرد. بعد من زنگ زدم، بعد نوشتم که تلفن کنم، روز که خودش برداشت. گفتم مریم مذاق میکنی چیکار میکنی؟ ای تو پروا نکن، ان شاءالله تا مردن زنده ایم. گفت همین خیلی صاحب با هم خیلی شوخی میکرد، پروا تغم نباشه معلم، تا مردن زنده ایم. 1 ساعت بعد دولت سفر تلفن کرد که ایوبزاده محزون ایتنیو گذشت.